برو بریم. این که قبول نیستی خریدن این که نیست. درود به همگی، به چنل چناری خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب که غیر موزیکیه و راجب جوکای بیمزه است که قراره با یه آدم بامزهش کنیم و اونم کسی نیست جز سامی رز. میخوام احضارش کنم. سامی بیا. اومدی مرد؟ چطوری؟ سلام رفیق. خوب هستی؟ حالت چطوره؟ من چی بدم؟ عینکم دار. چه خبر؟ نوکرتم. سلامتی؟ عشق منی. خوش میگذره؟ فدات. میدونی برنامه امروز چیه که؟ جوکای چرت و پرت. بیمزه. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم چنل رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید اگه دوست داشتید. اگر هم نداشتید که فدای چشای قشنگت عزیزم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. خب برگشتیم با سامی رز. سامی اول تو شروع میکنی یا من؟ بیمزه و چرت. شروع کن. شروع کنم؟ آره. میدونی کدوم شهره که 2 بار خداحافظی میکنه؟ نه. چه شهری؟ دوبای. دبی. میدونی جغرافی دانا صبحانه چی میخورن؟ چی میخورن؟ یونان و کره جنوبی. میدونی تخم خر به کی میگن؟ به کی میگن؟ به کسی که میگه به کسی که میره تخمه میخره. اول تو خندیدی. آقا اوکی. میدونی اگه زیاد موز بخوری چی میشه؟ چی میشه؟ آقا چی قبول نیستم نباید بخندی. اوورموز میکنی. تو اول میخندی دیگه. آقا من سوال بیشتر خندم میگیره. تو خندم میگیره. میدونی به چیزی که 2 تا ج داشته باشه چی میگن؟ چی میگن؟ 2 ج داره. میدونی به آب دهن رونالدو چی میگن؟ چی میگن؟ کریستوف. میدونی وقتی یه سگ ماده عروس میشه بهش چی میگن؟ چی میگن؟ عروسک. آفرین چقدر خوب. آفرین. چرا نمیخندی تو؟ خیلی باحال بود خدایی. میدونی وقتی ماهیا عصبی میشن چی کار میکنن؟ چیکار؟ تخم میدن. به سطوح میان. یعنی چی به سطوح میان؟ خودم هم نمیدونم. میدونی اگه مارا رو کتک بزنین چی میشه؟ چی میشه؟ میرن بوهاشونو میارن. میدونی اگه کلاغ و زرافه با هم ازدواج کنن بچهشون چی میشه؟ چی میشه؟ کلافه میشه. میدونی چرا پرنده در فصل زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ چرا؟ چون پیاده خیلی راهه. چون پیاده خیلی راهه. فکر کن پیاده برن این همه راه رو. میدونی شغل مردم گواتمالا چیه؟ میمالن برم. گوات میمالن. میدونی چرا خورش رو میزن تو ظرف مسی؟ آقا چهاری چطور؟ لیونل مسیه. میدونی چرا خورش به جدیش کنم؟ میدونی چرا خورش رو میریزن تو ظرف مسی؟ نه چرا میریزن؟ چون رونالدو خورش دوست نداره. نکبت. میدونی چرا حموم لخت همه رو میبینه؟ چون بی تربیته. چون دوش داره. دوش داره؟ دوش داره. چندش. میگه میدونی فضانوردا تو فضا نون از کجا میارن؟ با خودشون میبرن؟ شاتل براشون میپزه. یه روز آچار فرانسه رو وادار میکنن، ناچار فرانسه میشه.
باحال بود این، خدایی باحال بود، خیلی خوب بود. میگه اصغر 40 تا گوجه سبز داره، 30 تاشو میخوره، حالا اصغر چی داره؟ 40 تا گوجه سبز داره، 30 تاشو 10 تا گوجه سبز دیگه. نه دیگه اصغر اسهال داره، دیوانه ای. یه 8 پا یادش میره ساعتشو کوک کنه، 10 پا میشه. همون بودم، بابام میزنه به در، میگم بله، میگه عمومی، میگم نه اینجا لندنه، صدای من میشنوی از رادیو BBC. خندیدی؟ از کالیفرنیا آمریکا. از کالیفرنیا آمریکا. خب این بود از ویدیو امروز دوستان، امیدوارم که لحظه ای لبخند بر روی لبان زیبان شما آمده باشد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره اگه دوست داشتید، اگرم دوست نداشتید فدای چشای زیبات گولم، بی تو بی تحملم. اینجا هم آیدی من و سامان، هم اینستا هم یوتیوبو میذارم. صحبت دیگه داری هستم؟ نه دیگه، لایک کامنت سابسکرایب. دمتون گرم بچه ها، خیلی عشقید. بای بای. یا علی.